سلام دوستای عزیز، ما را که بشمونین یک کمک رایش کردم خود خواهی امروز. چطور هستین؟ امیدوارم که جور صحتمند سر حال باشین هر گوشه و کنار دنیا که هستین. اولا که از شما تشکر کنم به خاطر لایک و سابسکرایب و زحمت هایی که در کانال از من میکشین و ما بازم در حمایت شما دوستای عزیز ضرورت داریم مثل همیشه. دوم که بگراند چه خوب شدم بگراند ما دوستای عزیز دانورسی شدم خود دانورسی شدم باز پرده رو پشت سر کش کردم باز این رقم یک بگراند افتیده بردیزم. خب در این ویدیو میخوایم بخششم ولاگ بگیرم که ما معمولا روزانه چیز کار منیم. البته این روزانه نیه، بعضی روزای پرکار، مثلا از جمله روزای پرکار. خب گندم پاکی دانیزمو ادامه داره از خاطر که دائما در خانیزمو قسمت نیست. اگر باد باشه روند گندم پاکی دو زودتر میشه دیگه، تندتر میشه. از خاطر چیز نیسته، باد نیست. وقت دوستای امر خم که میگیرنی دیستاین باشه داد لنگلاشه ایش تازه خوب شده ایشی چه شده باز ایشم تازه نم این طرف مخره دیگه خبر دیگه خلاصه کاربار زیاده، مصرفیت ها زیاده دیگه. امر خم که شما در جریانید ما دختر کچه خانه از خاطر کاربار زیاده. هر کار خلاصه در هیچ کارمون نموگی که وای کار ما انجام نمیدیم، کار بلدیز ما نیسته. خلاصه هر کار که در خانه اماد مثلا پیش اماد انجام میدیم. از خاطر دستا لنگوله شدن چی طبیعیه، بسیار امر طبیعیه. دیگه دوستای عزیز می ویدیوز من کسته می ویدیوی گندم پاکی دو لایکشی خیلی جالب بود، لایکش خیلی بالا جالبه نسبت به دیگه ویدیو. البته دیگه ویدیوهایی که ویویش زیاده لایکاش هم زیاده، باز ویدیو ویویش در حالت نرمال بود ولی لایکاش دیگه بالا بود. خب شد خلاصه بریم که داشته باشیم که نازنین خانم در طول روز کار میکنه. البته گوشه ای از کارهای روزانه. خب از اول دفعه انرژی شروع کنید دوستای عزیز. موکسته سالانه یک دانه زیر خمین بخش اضافه میگیره. البته آماری که ما خودم شخصا گرفتم سال یک دانه زیر خمین مور بس مونه خود است عزیز. زی پریله بازی بس چند شخص مثلا از لحاظ لیترشی نزد چروه چند لیتر مثلا حتما زده. خب فقط وزنش داده وزنش زیده. خب وزنش زیده 3750 گرم زیده، فقط 10 گرم زیده دوستای وزنش رو. خب بازی کسته خوبیش چیز حالا که در آب یخ هم انو پاک مونه برندی پریله انزو دیگه سفید کننده هم داره بنش بخش با وجود که در ظرف‌ها استفاده میشه بلده چیزا هم استفاده میشه بلده دیگه چیزا هم استفاده میشه مثلا بلده شیشه خلاصه سفید کننده داره. حالا باید چیز کنی میگرم بین هر وسیله‌ای که داشتم بخش ظرف ششته آسو بود میگرم از این میگرم که مکشیم بازی و در تیرایه دوستای عزیز دیگر خم تیرایه بازی که مکاوم بلشین میتونم که اسراف کنم. اسراف ندم اصلا. این بلده ظرف‌های خواه خدمتشی ما که عرض شود. این بلده ظرف‌های باز دبلیزی که مکاوم شیم از خاطر که یه رقمی که اینیر فشار بدی کمک دیر میه چون تیره. خلاصه این نیست پارسال دمی ماه سپتامبر بود فکر کنم چه وقت بود. خلاصه همین وقت های سال تقریبا میل خریدیم هنوزم من دادرش بس که ما خوب استفاده کنیم دیگه خدمتش مرس کنم. حالا چیز کار نگیره از این کمک دبین انرژی چیزی مایه نه شیشه پاک کن که اورداد ما
این خلاص شده شیشه پاک کنش. اینا رو گرفتم آشه کردم. اینا رو میگیرم که من گزیده بین از شینم که یه شیشه پاک کنجورشونه از پس شیشه ها رو قنجقهشی موشوییم. دوستا این شد شیشه پاک کن. خب خیلی کاملا نیچرال نیچرال نه کاملا اونو چیز چرا خمین دستساز نه دستسازم نه خلاص دستساز. حالا یه از دوستای عزیزم که شما باشید اینا لینی رقمی رو میشی. خب از شین 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 ایره بله اسپریش میزنی. خب دوستای عزیز ایزی بله اسپری والش میزنی این تا اسپری کنم دیگه قشل تملته نمیشی گین گلی انت کش نخالی تمیز ستره بلاست نینیالی شگلزه بیلی راحت. خود دوستای عزیز این یک چیز جدیده که شما گوش میدین. جدید نه منظورم که در ویدیو از ما جدیده. اینا شما بد برداشت نکنید. اشتباه برداشت نکنید دوستای عزیز. یک چیز جدیدی که ما این ورسی را این ورسی از ما که بود چایی بود. چند روز پیش که بود. یعنی مثل همیشه ورسی از ما که بود ورسی چوبی بود. از گنگی بود. از پس یه نرخم کمک بدی دارم انتهای باید کنم شکل کتان کمک کش کنی سپاس نزد باش. خواهی ششتم یا نه بای دیگه میشیم. دوستای عزیز استایو یعنی ورسی را گفته ده که این زرخم ورسی پی وی سی سخت کنه بایده چیز کنه ورسی چایی بود و بیخی کنده کندهش داد همزو خاطر زرخم ورسی اوردد باز یا خودونشی چیز داره خدمات که داره مایره خودونشی مثلا مقصد ما باید جای ورسی گینگیش را کندهش مایره ورسی را اوی دیگهش را مثلا ما خودگان قبل کنده باز وا مایره فقط شندونش مونه باز این شیشه هایش میشینه باز ای که دماره دیگه این سیمیر میرچ کت گوشش یار کاری که کردی خودگان میمونه. یه ازی داستان این رقم به همین ترتیب این رقم راحت میشه دیگه رقم که این گلی اونو چیزه قشنگتر نمیشه که خود اذیت کنی جای شلتش هم کمک باز چیزه انت خط ممنه خوبش نمی این رقم راحت تمیز ستره. خود دوستای عزیز درباره چیز بگیم درباره ما اضافه بگیم او رو ما از خاطر بیشتر فخش که گرفته از خاطرم آشیانم که چرخم میگیرم خاطر نه آدم در حالت عادی خود خیلی نرخم میگیره قیافه خیلی آبه مگه ورخم نه خاطر استرایی خود دیگه اون چیزه از خاطری که وقتی که او تیره باشه قدر مثلا چیز وقتی که مضافه میشین دیستایم را زیادتر یعنی قسمت های دیستایم را پست منه ولی وقتی که آشه مونم یعنی که یعنی چیز گابی چیزی گابی چیز خلچی سادهش یکی از کیفیت چی کم میشه به اصطلاح از خاطر دیست دادم را مقصد پش و پست نه دیگه از خاطر ما چیز ولی امو قف را میگه کاف مونه مثلا امو تمیزی وظیفه انجام میده وظیفه اضافی که انجام میداد یکی بود که استادم پست میکرد باز آکشه و پست نه تاثیرش کم میشه. حالا اون دیگه از خاطر که اونجا آب زیاد نیسته دوست عزیز اونو آب زیاد نیه مثلا صرف جایش نده آب دیگه آخرت هسته دیگه معمولا در تمام جای معمولا آب نیسته خیلی جا ما شدیم که مرد با چا میزنه به خود جالزنو مثلا مرد با چا میزنه یا چای کار که دیخ رزنه و کارونه که آب زیاد بیتیه دیگه ای ازی گزارش ها
دیگه خدمت شما عرض کنم که همزه خاطر باید صفحه جایف نه با از ما قنجرین زی آلقاش مایه چیز چیشا پاک کن و همسی میری اطراف از کلکین را که انا چیز کده ما شنده بازوره میگرم میدیم رقمی روزانه چنده و انتر میدی انتر در باید بدی هده نه و بال اینجا شده میگیرم این رقمه کافنه این پشتر چیز نکنه کافیجی نکنه دسته خلاص یاهم داد نخواهم کما باوشه کدوم بلیشی تری میدیم بال اینجا را خیلی دیگه کما وایزار شیر هیچ کار میه کارهای نازنینه و ادامه گند باکده دسته دیز این باشده افت بجیشی پاک کده مرتب ستره تمیزه فقط باید بکشی گند مگره اون یکی از این زرقه میدره تامه باشده مالش نشه بدیم اینه ایر باید جدا کنی ایر جدا منی اینش هم جدا منی مثلا این رقمش را اینش هم جدا منی فقط این زید را ایش را مردم ها گفت که جدا نکنی این زرقه میدره این آرد را خوب شمینه نفهم گم تو منه که چه رقمه خلاص فایده داده بنش باشه دیگه این که دقیقت قلبیل وقتی که قلبیل کنی این جدا میشه خلاصه این بود از گوشه از کارهای روزمره‌مون دوستای عزیز دوستای عزیزم که شما باشید گندم چک چیز خوبیه خود دیگه دوستای عزیز از این فعالیت های از ما در چینل یوتیوبیم مثل همیشه برمیگردم ما هفته 2 دانه ویدیو اگه تانستم 3 دانه میلوم اگر نتونستم هفته 2 دانه ویدیو را حتما میلوم باز دیگه هستیم قنجرشیم در داخل چینل یوتیوب دیگه دوستای زوده ها یک چیز دیگر بخششم بگیم دوستای دیگه ای که ما تیک تاک ندارم خب در افغانستان تیک تاک کار نمیدیم اگه کار میدیم ما بلد نیم چرا کار میدیم قنجره وی پی این کار میدیم و خلاصه و در سر نداره خوشم نمید حالا دیگه مردم های دیگه ای که دانم از ما تیک تاک جور کده یا فیسبوک جور کده هرسی دیگه جور کده اونا ما نیستم ما یک فیسبوک که دارم لینکش داخل یوتیوب ما اینستاگرام هم که دارم لینکش داخل یوتیوب ما هسته از خاطر دیگه اکانت های دیگه فیک که مثلا در فضای مجازی گرچه چیز بعد می‌ازی فیسبوک قبل از یوتیوب دسته از ما فیسبوک نداشت انا خلاصه انا تسخل بگیم مخشش اگر اونا رو دیدین ریپورت کن بلاک کن کامنت هاش جواب درش کامنت ندین لایک نکن سابسکرایب نه فالو نکن اونا رو پیجای فیک دیگه بخشم خوش خداحافظ دیگه بلدشم آرزوی خوبی منو سعادت